در اوج مناسبات دولت هاشمی رفسنجانی با هلموت کول صدر اعظم وقت آلمان و آغاز گفتگوی انتقادی که مبتکر آن هلموت کول بود، واقعی رخ داد که برای یک دوره روابط ایران را نه فقط با آلمان که با کل اروپا دچار بحرانی بی‌سابقه کرد. ترور هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران و دبیر اول آن صادق شرفکندی در رستورانی به نام میکونوس در برلین در تابستان 1992 یکی از بزرگترین پرونده‌های جنایی آلمان را گشود و دادگاهی که برای آن تشکیل شد یکی از جنجالی‌ترین و طولانی‌ترین روند قضایی در تاریخ آلمان بود. این دادگاه 3 سال و نیم طول کشید و حکمی که صادر کرد عواقب سنگینی برای حکومت ایران داشت. دادگاه میکونوس بالاترین مقام‌های حکومتی ایران را مسئول این ترور دانست. آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایران فراخواندند و مناسبات دیپلماتیک خود را با ایران برای چرا رهبران کرد را کشتند؟ چه کسانی چه درسی از اون واقعه گرفتند؟ آیا رأی دادگاه میکونوس با گذشت زمان مشمول مرور زمان شده؟ قبل از شروع بحث مریم انصاری در گزارش مفصلی و از زبان بسیاری از افراد درگیر در این واقعه به شرح ماجرا می‌پردازد. یادمه که همسرم پیرهن خیلی زیبای ابریشمی آبی به خصوص برای این کنگره خریده بود، تنش بود و به من گفتش که من شب دیر میام چون با هیئت کردها جای قرار داریم. یک موقع در خواب بیداری احساس کردم که تلفن زنگ میزنه و از اون طرف خط تلفن فقط صدای فریاد میشنیدم، فریاد و زاری آقای رسول شرفکندی برادر صادق شرفکندی که فقط فریاد میزد که خانم چی شده، خانم چی شده، کردا رو کشتن، کردا رو کشتن. یک حالت شوک و ناباوری به همه ما دست داده بود. همه انگار به یک صورت سوال برانگیز به هم نگاه می‌کردن. باورمون نمی‌شد که بغل گوش ما و بر سر دوستا و آشنای ما همچین اتفاقی بیفته. 17 سپتامبر 1992 حدود ساعت 10:50 شب 2 لبنانی و 1 ایرانی وارد رستوران میکونوس میشوند. مأموریت آنها کشتن صادق شرفکندی دبیر اول حزب دموکرات کردستان ایران و هیئت همراه اوست که در این رستوران در انتظار نمایندگان اپوزیسیون ایرانی در برلین هستند. هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران به ویژه دکتر شرفکندی میخواست از این امکانی که به وجود اومده و ایشون در برلین هست استفاده بکنه، با بخشی از فعالان و رهبران اپوزیسیون ایران در برلین به گفتگو و تبادل نظر برسه. وقتی که به رستوران وارد شدم دیدم که در اون قسمت اتاق انتهایی این رستوران سمت راست یک میز مستطیلی بود و در پشت به دیوار دکتر شرفکندی نشسته بود، در کنارش یعنی سمت چپ اون نوری دهکردی بود و سمت چپ نوری هم خالی بود. من روم به طرف دکتر شرفکندی داشتم باهاش صحبت میکرد. قوی اومد اینجا کنار من وایساد، بین من و ایشون. همین که نگاه من میرفت بالا، من دیدم یه چیزی اومد جلو صورت من، مسلسل بود و شروع کرد به طرف دکتر شرفکندی تیراندازی کردن و بعد 1 یا 2 تکتیر. اینها چیزایی بودش که من در اون چند ثانیه که نمیدونم چقدر بود به یاد دارم. شرفکندی با 2 تیر خلاص بیش از 10 گوله بهش اصابت کرده بود. همایون اردلان هم که تیر خلاص زده بودن به مغزش. نوری دهکردی هنوز زنده بود، روی میز خم شده بود، افتاده بود، یه لیوان زیر صورتش گیر کرده بود، صورت و سینه و لیوان پر خون بود. صادق شرفکندی، فتاح عبدلی مسئول حزب دموکرات کردستان در اروپا و همایون اردلان مسئول حزب در آلمان در جا کشته می شوند. نوری دهکردی دوست و مترجم صادق شرفکندی ساعتی بعد در بیمارستان جان می سپارد. پلیس جنایی آلمان 4 لبنانی از جمله یوسف امین و عباس راحل را دستگیر می کند و 1 ایرانی به نام کاظم دارابی، تدارک دهنده اصلی ترور ساکن برلین.
عبدالرحمن بنی هاشمی فرمانده عملیات و چند تن دیگر از دستاندرکاران ترور موفق به فرار می‌شوند. Als wir am 18. September mit den Ermittlungen begonnen روز 18 سپتامبر که ما کار رو شروع کردیم روشن نبود کی پشت تروره. شب 18 به 19 سپتامبر من با آقای جلال طالبانی ملاقات کردم که توی برلین بود. از نظر اون کاملا روشن بود که حکومت ایران پشت این اقدامه و این قدم اول بود. Das war für mich mal zunächst ein Einstieg. رسانه‌های آلمانی توی 2 روز اول بسیار متناقض بودند. مسئله کردها، درگیری‌های داخلی اونها، PKK و از این مسائل بود. 2-3 روز طول کشید که تازه فهمیدن که شرفکندی کیه، عبدالرحمن قاسملو کی ترور شده، حزب دموکرات کردستان ایران کیه. مجموعه‌ای از شواهد نشون میداد که شباهت زیادی بین این ترور با ترور آقای قاسملو در وین بود. از جمله یکی بودن اسلحه ها و صدا خفه کن و خیلی شواهد دیگه. وقتی که دادستان کیفرخواست را اعلام کرد از او خواسته شد که کمی از بار سیاسی این کیفرخواست بکاهه. وزیر اطلاعات ایران فلاحیان 3 هفته قبل از شروع دادگاه در بن پایتخت اون زمان آلمان با اشمیت بایر هماهنگ کننده سازمان‌های اطلاعاتی آلمان ملاقات کرده بود. از او خواسته بود که روی جریان دادگاه تأثیر بذاره یا دادگاه رو متوقف کنه. رابطه آلمان و ایران در اون زمان، در زمان صدر اعظمی هلموت کول به اصطلاح در یک سطحی بود که این اطمینان رو به ایران میداد که اولا اجازه داشته باشه که در خاک آلمان مانور بکنه و ثانیاً فکر میکرد که اگر هر اتفاقی بیفته میتونه به اصطلاح در اون رابطه رسمی که با هم دیگه دارن و با یه سری امتیازات متقابل بتونه اونها رو حل و فصل بکنه. Soweit mir das bekannt ist und war تا اونجایی که من میدونم این اولین بار بود که نسبت به فعالیت سازمان‌های امنیتی ایران در خارج از این کشور دادگاهی برگزار میشد. اون وقت قتل‌های متعددی در سراسر اروپا رخ داده بود. توی سوئیس، توی فرانسه، توی قبرس، در آلمان هم ترورهای مختلفی انجام شده بود. در مجموع کل اروپای مرکزی در معرض این ترورها قرار گرفته بود و ما اولین و تنها کسایی بودیم که ماجرا رو دنبال کردیم و خود این به تنهایی کار استثنایی بود. Ja, doch einzigartig. یک گزارش مهم وجود داشت که اداره محافظت از قانون اساسی درباره فعالیت‌های تروریستی ایران تهیه کرده بود و وزارت کشور از دادن این گزارش به دادگاه خودداری می‌کرد و یکی از همکاران ما خوشبختانه کپی این گزارش رو به دادگاه تحویل داد و تو این گزارش به عنوان مثال حتی اسم رمز ترور میکنوس هم اومده بود. البته اون چه در دادگاه نقش مهمی بازی کرد شهادت ابوالقاسم مصباحی معروف به شاهد سی بود که زمانی از اعضای رده بالای اطلاعاتی ایران بوده و در سال 1996 به پاکستان گریخته بود. بنی صدر رئیس جمهوری سابق ایران او را به دادگاه معرفی کرد. اون چی که دادگاه کم داشت نسبت به این ترور اون حلقه های اتصال یک جنایت بدون دلیل به یک جنایت با دلیل بود. اوج این جریان موقعی بود که دادستانی در بیانیه آخرش از کمیته امور ویژه، رهبر، رئیس جمهور و مسئولین درجه 1 ایران به عنوان دستوردهندگان این ترور و علی فلاحیان به طور مشخص به عنوان کسی که این ترور رو سازماندهی کرده و وزارت اطلاعات ایران نام برد. کمیته ویژه در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای تشکیل شد برای اینکه آیت الله خامنه‌ای نسبت به عملیات‌های خارج از کشور حساسیت زیادی داشت که بازتاب سیاسیش نسبت به داخل کم اثرتر بتونه باشه. وقتی که آیت الله خامنه‌ای رهبر شدن این کمیته ویژه نهایتاً باید رأیش رو به تصویب رهبری هم میرسون و در ارتباط با آقای شرفکندی این اتفاق افتاد. حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان حتی پس از خروج از ایران در مصاحبه با سرویس جهانی BBC از وجود شاهدی به نام ابوالقاسم مصباحی یا همان شاهد سی اظهار بی‌اطلاعی کرد. دستگاه اطلاعات آلمان مدعی شاهد سی شخصی در دستگاه اطلاعات ایران بوده که مدارکی داله بر دخالت ایران به آلمانی ها داده. من هیچ وقت نفهمیدم این شاهد کی بود.
تمام احکام جلب برای مسئولان ایرانی بر اساس شهادت‌های شاهد سی. درباره شاهد مصباحی باید نکته‌ای رو بگم. رسانه‌ها اون موقع طوری گزارش دادن که انگار شهادت اون محقق قضاوت بوده، ولی این درست نیست. اینو من در دادگاه هم اعلام کردم. آقای مصباحی شاهد مهمی بود. اطلاعات بسیار مهمی به ما داد و همگی قابل بررسی و اثبات بودن. ولی حتی اگه اون هم نبود، بازم به نظر من دادگاه به همین حکم می‌رسید. دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه یک کشور رو متهم کرد در اون دادگاه. دولت‌های اروپایی با اونا هم دست شدن، همشون سفراشون رو از تهران فراخوانی کردن. 10 آوریل سال 1997 رأی نهایی دادگاه میکونوس اعلام شد. رأیی که روابط آلمان و اتحادیه اروپا را با ایران دچار تنشی بی سابقه کرد. با فراخواندن سفرای اتحادیه اروپا از ایران، مناسبات با این کشور 7 ماه معلق شد. 4 دیپلمات ایرانی به عنوان عوامل اطلاعاتی از آلمان اخراج شدند و گفتگوهای انتقادی به حالت تعلیق درآمد. برای اولین بار با رأی یک دادگاه مستقل علیه یک حکومت که هنوز بر سر کار بود رأی صادر شد. اون هم حکومتی که روابط سیاسی و اقتصادی گرمی با آلمان داشت و حتی همکاری‌های اطلاعاتی می‌کرد. این دستاورد بزرگی بود، چون پس از اون دیگه جمهوری اسلامی تروری رو در اروپا انجام نداد. دادگاه میکونوس نقطه عطفی شد در برخورد جمهوری اسلامی با اپوزیسیون خارج از کشور، ولی پرونده این ترور هنوز پس از 20 سال باز است. دادگاه حکم داد که تصمیم این ترور در کمیته عملیات ویژه گرفته شده که اعضای اون رهبران حکومتی بودند و فلاحیان وزیر اطلاعات ایران مأمور سازماندهی اون بوده. با این حال برخی مسائل در رابطه با این ترور هنوز روشن نیست. در طول 3 سال و نیم روند دادگاه و حتی در سالهای بعد از اون هرگز روشن نشده که چه کسی جلسه اون شب رستوران میکونوس رو لو داده بود. این سوال سالهای سال منو عذاب میداد تا به هر حال خودم رو با این فکر نزدیک کردم که خب چه فرق میکنه که کی رفته و لو داده. ما هم که نمیخوایم انتقام شخصی بگیریم. جنایت میکونوس یک نقطه پایانی بود. از آن زمان تا کنون خیلی چیزها تغییر کرده. فضاها، آدمها، نگاهها. ترور میکونوس، دستوردهندگان آن و قربانیانش برای همیشه روی این لوح ثبت شدند.